سلام، چطورین؟ امروز یه روز دیگه هست، یه روز جدید دیگه قرار بده کنیم و حسابی دوباره کار بکنیم. فقط من خیلی عجله دارم و برم سر کار. فقط ببین من چجوری دارم میرم. بذارین بسیار تمیز. این از دیروز خاکی شده و واقعا اصلا حوصله ندارم لباس دیگه ای بپوشم، به خاطر اینکه اونم همین شکلی میشه دیگه. برای همین با همین میریم. خب ما اومدیم سر پروژه. این جا کفشیه که براشون مونتاژ کردیم. بعد برم کابینتا رو هم نشون بدم. هلو. بعد دیگه این تاجشه، دیشب مونتاژ کردیم، فارسی شده است. آره این بالا میره دیگه. اینم از این. یه خدا قوت نداره. بریم کوله رو بزنم. کوله رو بزنیم و موهامونو بالا ببندیم. خانوما میدونن مو بالا بستن یعنی چی. آبش هم باز کنیم. بچه این اتاق خواباشه چقدر بزرگه، همشون هم مسترن. توش فکر کنم زیاد دیده نشه، خیلی سنگ خبری زدن. اینجا طبقه سنگی زده، خیلی خوشگله. من که خیلی میپسندم، سلیقه‌شون خوب بود. اینجا هم بالکنشونه. اون کولرش خیلی بزرگه، قشنگ خنک میکنه. البته به درد این متراژ هم میخوره دیگه، متراژ زیاده میدونی دخترم. آقا من به خاطر اینکه بتونم خیلی متمرکزتر کار کنم باید کلی موها جمع کنم، نمیشه. بعد راستی بچه‌ها یه حرکت جالبی کردم. من یه سری پول پس انداز کرده بودم، بعد از اینا بود که اصلا نمیخواستم بهش دست بزنم، یعنی به خاطر اینکه خیلی دستم خالی میشد، خیلی حالم بد میشد و اینا، به احساس ناامنی میداد. بعد اومدم اینم ویتامین آده است، خیلی خوبه. بچه ناخونامو ببینه. من برم اول ببینم. نمیندازه. حالا نشون. بعد رفتم دلارش کردم. الان دلار 175 تومنه، 175,000 تومن. بگم اینجا یادم نره. بعد حدود 60 دلار اینا شد. حالا شب رفتم خونه بهتون نشون میدم. اگه هم شما میخواین حتما این کار رو انجام بدین، یعنی مثلا اون پولایی که میخواین پس انداز بکنید انقدر پول قشنگمون داره ارزشش کم میشه، یه همچین کاری رو باید انجام بدیم دیگه. آره پولایی که پس انداز دارید و اینا میخواید مثلا سرمایه گذاری بکنید، حالا بلند مدت دارید بهش فکر میکنید یا مثلا در آینده میخواید یه چیزی باهاش بخرید، خوبه که حالا طلا دست دوم یا دلار بخرید. شاید فکرم خیلی قدیمی باشه و مامان بزرگونه باشه ولی خب خوبه برای موقعیت الان من. این مامان بزرگونه نیست، خوبه همین. نمیدونم چون خودم رو خم میکردم، دوربین میتونست به سمت بالا بره. قهوهم زدم، اسپرسو دبل دیگه، بریم کار کنیم دیگه. آره یه ذوق شدیدم دارم، شب بهتون نشون میدم. یه سورپرایز اومده بود برام، خیلی خوشحال بودم ولی نمیدونم بازم حالا شب نشونتون میدم. خودم موندم، فکر نمی کنم اصلا چیزی بدن دستم.
حالا در کن. راستی یه دونه از اون کاری که پرنده انجام دادیم میزشون کرب بود، برای همه ما هم میز کرب برشون ساختیم. بذار بهتون نشون بدم، خیلی جالبه. ما میز کرب اینجوری میسازیم، اینجا یه عالم شیار میزنیم و الفلزی میزنیم که این دوتا به هم پیوند بخوره. اینجا یه پیچ محکم میزنیم براشون، پیچ 5 سانته. خوب بعد این شکلی شده در نهایت. آره چسبش کنده بشه و اینا خیلی خوشگله. اصلا طرح چوبش رو میبینیم واقعا فوق‌العاده است. الان اینو با رنگ سبز و سفید و شیری و اینا خیلی مخلوط میکنن، واقعا نایس. خیلی خوشگل میشه. بذار یکم از بیرونش هم بهتون نشون بدم. ویو خیلی خوشگلی داره، ببین خیلی زوم میشه. آقا پایمون تو انباری بود، علی آورد. این پایام الان بکنم 7-8 تومنه، سود کردیم. مرسی، فوق‌العاده است واقعا. دیدم آره طلاق چره بودن این دم پایین نکته ها. آقا دیده میشه؟ آره این باید روبرویه، این چه خوشگل میشه. اینجا هم شکلی میشه. این هم یه پروژه دیگه این شکلی. ببین دفتر کاره، اینجا جای کتابخونه و اینا گذاشتیم براشون. شب بعدی رو نشونتون بدم. برای یه آقای وکیله، آقای اینجا آشپزخونه مینیمالشونه. خوشگله نه؟ این طراحیشونه، ما طراحی رو به خودشون میدیم و طبق همینم اجرا میشه. دیگه خیلی طولانی میشه، یه 10 صفحه هست. هر موقع اجرا بعد از این تایید که شد ما میریم اجراشو میکنیم، تو اجرا بهتون نشون بدیم. چیز نئوکلاسیکه؟ تو بیشتر اومد به نئوکلاسیکا میگه خوشگل. به مبارک آقا این کاف قشنگه. آقا ما چسبیم این تبلیغات اصلا گوشته ماره. این چسب تاجو و بکنم خیلی استخوب داره. یه دقیقه ساکت بشه، من این چسبا رو میکنم، میخوام ASMR کنم.